زنگ زد. الو سلام داشتم، خوب هستی؟ مخلصم مهدی آقا، نوکرم داداش. به 4 میفرستم یه ذره لوکیشن داشت. نقده که ایشالله. آیا چند تا همهنگ کن داشتی قربون ادبت. خیلی خوب. همزمانم چراغ گوشی قربون ادبت. ردیفه. یا علی میفرستم سر لوکیشن. خداحافظ شما، دم شما دیگه. خداحافظ. الو سلام داشتم، خوب هستی؟ قربون ادبت. کجایی؟ خب بیا سر پروژه که تحویل داره، ما زود بیا داشتم با آقا محسن زودتر بیان که بقیه تحویل ما سر پروژه هم زودتر بیان. نه سلام داداشم، خوبی؟ سلام. در خدمت اینجا. سریج ماشین بله؟ خیلی حواستان باشه. چشم. چرا میره سر معامله حواستان لکه باشه، اونم قدرن. اون موین افغان خیلی قدره، حواستان باشه. حواستان جمع چشم لکه باشه. چشم موقع تحویل چراغ گوشی روشن باشه سر تحویل. عله برو مومین خدا. یا من نگیدم مومین خدا. یا علی آسایید آجبات اینجا شان داشت میدیم داشت به 4 برسونم سر جنس تحویل بگیرن. سر شدن بیرن اونجا دیگه. برو به چای اصلا امیر حواست لکه باشه. اونا امین موین آقا داداشا، حواستان لکه باشه. بره الان کل شهر میگه برام لب بیک، تو هم فقط بشین بری سلامتی دوتا تپیک. اون که هر روز فقط میشست منو میکرد این سک هیت. الان قبل خوابش اسممو میگه زیر لب ذکر. الان کل شهر میگه برام تا اومدم تو این رپ لعنتی یه سری گفتن خودشه تو راه خوب و بلدی. خیلی یا بودن عقدیم که دیده شدن نرو پشت بوم رحمتی، نما بیوه ابدی. قواره این مسیر یه طرف رومه، هرو پی متر جاده هاشم جا مسیر خونه. زدم خود طبیل تا وطنی رو تا که باشون چونه دیدم نتیجه این آروغاشون همه بر نونه. پس با بده زاخوز و واسبت با تو درگیری فوله و تو رو ماچ که شوات نمیخوره تیم کشی جاقات طالبی نکنه گریل بشی لاما. یارو نکشیده سرد و گرمی اهداف غربی شیر شده خرب و تلقین، ولی بدون ته بازی شمت روشنه. ببین کی بشه که بکنی من تو تنت میخوریم افزوز سلک تشمین یا دست بوس فلک. دشمن ها هر روز شتک میدیم تو نون روش نمک. پس آقا جب نگیرد دست کنم جیبم میشه خرج دیت. سوخ میدی بیای لشکریم این به گنگ پره انگا خود رهبریم. چون الان کل شهر میگه برام لب بیک، تو هم فقط بشین بری سلامتی که هر روز فقط میشست منو میکرد این سک هیت. الان قبل خوابش اسممو میگه زیر لب ذکر. گرفتیم. الان کل شهر میگه برام برو آقا شلیک میکنم. برو آقا اسمت خالی پشتی گرفته. برو مشتی آقا مهدی میخواست امتحانت کنه ببینه که تو تیمشه. چون 22 منطقه از شرق و غرب میان رو فرق سر تو مثل رد و برق. پنک و جر رو بست تا بشه حل و فصل. چون اینجا میشه با تلفنم شهر رو بس که حاجی سواررم میکنن پیاده والا. آخه دست بالا دست میگن زیاده والا. ببین تو رو تو بازی ما رات نمیدی، سر جات بشین فقط بگو لات بمیری.